که راجع به همین فلورنس نایتینگل و قرةالعین بود. ما چون این دو زن زندگیشون در واقع موازی بود، یکی در غرب و یکی در شرق، در تقریبا یک زمان ما یک نمایشنامه درست کردیم و این موازی بودن این دو شخصیت رو نشون دادیم. نمایشنامه دیگری که در مورد یکی از قهرمانان زن من که من خیلی به این زن احترام میذارم راجع به لیدیا زامنهاف بود. لیدیا زامنهاف دختر دکتر زامنهاف بود. دکتر زامنهاف هم شخصی بود، یک کلیمی در کشور پولند بود که در اون زمانها در سالهای 1930 در اون دهه در اون زمانها از اینکه کلیمی های دنیا با هم متحد نبودن و نمیتونستن زبون همدیگر رو بفهمن، مثلا کلمه هایی که در ورشا زندگی میکردن با کلمه هایی که در آلمان زندگی میکردن، کلمه هایی که در نیویورک زندگی میکردن، این از این مسئله رنج میبرد و یک زبانی رو به اسم زبان اسپرانتو اختراع کرد که این زبان در اون موقع در دنیا خیلی معروف شد. من میدونم حتی در ایران هم اسپرانتیست بودن و دختر این شخص لیدیا زامنهاف که در تمام دنیا سفر کرد بعد از مرگ پدرش که این زبان رو به خاطر اینکه اتحاد و وحدت در تمام دنیا ایجاد کنه به تمام دنیا سفر کرد تا این زبان رو به مردم دنیا یاد بده که مردم دنیا بتونن با یک زبان واحد با هم گفتگو کنن. من از زندگی این شخص لیدیا زامنهاف خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم و یک نمایشنامه هم راجع به ایشون نوشتم و اجرا شد. اون وقت این نمایشنامه عزیزم اینا رو فیلم برداری هم کردی که داشته باشی؟ برای archival purposes بله، ولی نه برای distribution purposes. ولی داری اینها رو در آرشیو خودت؟ بله. به من بگو که شما خیلی جوانی. نه من خیلی جوان نیستم. نمیدونم شما این مسئله رو چرا مطرح کردید، ولی در حسرت thank you. نه خب به هر حال حالا شاید من نسبت به سن خودم دارم میگم، شما هنوز دانشجوی هنر هستی یا اینکه نه الان کامل به طور حرفه‌ای دوران آکادمیک رو پشت سر گذاشتی و فقط داری کار حرفه‌ای تا انجام؟ من کار حرفه‌ای هنری رو در جوار در سایدلاینز در گوشه های کار کنم که الان بهش مشغول هستم. من سرپرست یک گروه خیریه هستم به اسم برانی گلوبال ایژوکیشن که برای جوانان محروم از تحصیل کار میکنه و کسایی که به خاطر نقض حقوق بشر، جوانان عزیزی رو که به خاطر نقض حقوق بشر نتونستن ادامه تحصیل بدن، برانی گلوبال ایژوکیشن براشون از طریق آنلاین به دانشگاه میفرسته که بتونن مدارک تحصیلی خودشون رو بگیرن. کار اصلی من در واقع الان اون هست، ولی کارهای هنری هم در جانب اون کار و در سایدلاینز انجام میدم. یعنی خانم گلوریا یزدانی شما عضو مرکز بین‌المللی حقوق بشر در تورنتو کانادا هم هستید. این همون سازمانی است که صحبت می‌فرمایید یا این سازمان متفاوت؟ نه، مرکز بین‌المللی حقوق بشر که من باهاشون همکاری میکنم، افتخار این همکاری رو دارم، جدا هست از اون مسئله. هر دو در رابطه با حقوق بشر کار میکنن. مرکز بین المللی حقوق بشر که در اکتبر پارسال تشکیل شد در کانادا یک مرکز بین المللی هست با اشخاص مختلفی، مدافعان حقوق بشر مثل جناب دکتر پیام اخوان، دکتر شیده رضایی، جناب اردشیر زارزاده، آقای مصطفایی، محمد مصطفایی از زبان روزبه کار میکنن و بیشتر در اون برانی گلوبال ایژوکیشن در مورد فقط ایژوکیشن، ناحیه ایژوکیشن و تحصیلات کار میکنه. مرکز بین المللی حقوق بشر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران در تمام موارد کار میکنه و میخواد در واقع آموزش این بالا بردن سطح آگاهی مردم رو در مورد حقوق خودشون انجام بده و اقدامات ویژه‌ای میکنه که
به اصطلاح جلب توجه جامعه جهانی رو بکنه به حقوق مردم ایران و اینکه این حقوق مردم مرتب در حال نقض شدنه. حالا یک عده از این مردم که حقوقشون نقض میشه زنان هستن، یک عده اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، کسانی که طرز فکرهای سیاسی متفاوت دارن. در هر صورت همینطور که میدونین دگراندیشی الان در ایران به حالت حرام در آمده. آره گلوری عزیز، فکر میکنید چه میزان تأثیر داریم ما خارج از کشور مثل شما، کاری که شما دارین انجام میدین با گروه های مختلف در زمینه حرکت های انسانی و من میدونم اوتانس هم عضوی از شما هست و چقدر این جوان اینها کمک میکنن. حتی من برای چند نفر که گیر کرده بودن در ترکیه که موضوعشون رو بر روی تلویزیون آوردیم، اوتانس تونست از سازمان‌های نامه بگیره. تمام وقت اوتانس هم به موضوعات خیریه میگذره و عجیبه که این در تورنتو کانادا من میبینم شدیدتره. نمیدونم چرا در اونجا فکر میکنی این هست و آیا فکر میکنی که تأثیر خوبی داشته، وزنه خوبی هستین شما؟ بله، من کاملا فکر میکنم این مسئله واقعا تاثیرگذار هست. این فعالیت هایی که در خارج از ایران انجام میشه، چه به عنوان آگاهی رسانی، چه به عنوان بالاخره مبارزات فکری و این تلاش هایی که به وسایل مختلف در خارج از ایران انجام میشه. همینطور که خودتون گفتین جناب اوتانس بله عضوی هستن از در مرکز بین المللی حقوق بشر و همراه های دیگر دوستانشون مرتب در تلاش و تکاپو هستن که کمک رسانی بکنن به کسانی که احتیاج دارن، چه کسانی که در ترکیه حالا همونطور که شما عنوان کردین گیر کردن و یا مسائل دیگه. در هر صورت ببینید خانم هنگام جان، دوستان ما، برادران ما، خواهران ما در ایران در حال در وضعیت خیلی بدی هستند. وقتی که اگر ما اعتقاد داریم که بنی آدم اعضای یک پیکرند، باید واقعا این احساس رو داشته باشیم که وقتی که خواهر من، یک دوست من، یک شخصی که حتی ممکنه اسمش رو ندونم ولی یک انسانی در یکی از زندانهای ایران در حال شکنجه شدن یا تجاوز قرار میگیره و اگر واقعا ما اعضای یک پیکریم، آیا من اون احساس همدردی رو میکنم و یا نمیکنم؟ زمانی که ما واقعا این احساس رو داشته باشیم و به خاطر قلبهامون، به خاطر این رنجی که خواهران و برادرانمون به طرق مختلف دارن میکشن احساس کنیم و همدردی کنیم، اون وقتی که دنیا میتونه با هم متحد بشه، دنیا میتونه در این احساس همدردی یکسان احساس کنه، یکسان تصور کنه، یکسان زیبایی ها رو بخواد به روی عرصه بیاره و بدی ها و پلیدی ها رو نابود کنه. درود بر تو عزیزم. گلوریای نازنین، من باید باز هم با شما صحبت کنم. امیدوارم وقتی که این فیلمت رفت به روی اکران، روی صحنه، تیکیشو برای من بفرستی. صحبت‌های زیاد با هم داریم، بازم با هم صحبت میکنیم. یک بار دیگه به روی صحنه رفتن نمایشی که با دست خودت نوشتی و خودت کارگردانی کردی به همراه 12 نفر دیگه، خودت هم بازیگر هستی، بگو زمانش در کجاست. ما این البته در آگاهی نامه رو در رو هم میگذاریم در سایت، اینو اعلام بکن عزیزم که برای امروز ما باید برنامه رو ببندیم. تنین ترانه‌های آزادی زن روز جمعه 22 آپریل در مرکز هنرهای نمایشی ریچموند هیل، The Richmond Hill Center for the Performing Arts که در شمال تورنتو واقع شده. این نمایشنامه در اون روز در ساعت 8 شب انشالله به امید خدا به روی صحنه میره. ریچموند سنتر پرفورمینگ آرت در جای حرفه‌ای هم باید باشه. بله، یه جای یک سالن تئاتر بی اندازه زیبا با امکانات بسیار وسیع. Richmond Hill Center for the Performing Arts. سپاس دارم. من بازم این برنامه رو اعلام میکنم روز شنبه. عزیزم لطف کردی. گلوریا یزدانی نازنین باهات بدرود میگم. خیلی ممنون. بدرود به شما. قربانت عزیزم.
هموطنان از شما سپاسگزارم. آقای وارتان، تم برنامه که پایانشه که میزنین، به جایی که خودم رو نشون بدین، عکسای مد چادر در ایرانه. ببینید زنا چه کردن از این چادر بیریخت عرب. تم برنامه رو بزنین ببینید. واقعا من یکی از این مدا رو میخوام، از این چادرهای جدیدی که ابداع زنان ایرانه. رو در رو شنبه 8 بامداد، سه شنبه ها 4 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، بازپخشا یک شنبه و جمعه صبح بعد از 1 است. سپاس از آقای وارتان در اتاق فرمان، از هموطنان عزیز. بدرود تا بعد.